بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف فردای متعال و تلاوت آیات کلام پاکش و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما قرار گرفت تا به همراه شما گرامیان و خوبان و سروران در درسی دیگر با آیاتی دیگر از سوره مبارکه بقره در خدمت شما خوبان و گرامیان باشیم. در درس‌های گذشته به همراه شما سروران تا آیه 128 از سوره مبارکه البقره رو پیش رفتیم و در آیات پایانی الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام صحبت به میان آورد و صحبت از کعبه و خانه کعبه شد و تجدید بنای خانه کعبه به دست دو پیامبر بزرگوار ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینش اسماعیل علیه السلام و دیدیم که چگونه این پدر و فرزند گرامی بعد از آن که به تجدید بنای کعبه مشغول شدن همزمان دعا می‌کردند، دعاهای بسیار زیبایی که بر زبان این دو پیامبر نازنین جاری شد. الله متعال برای ما از این دعاها گفت، دعای قبولی طاعات و عبادات و دعای برای اینکه الله متعال این عبادت بزرگ از آنها بپذیرد و همچنین دعا کردند برای اینکه بندگانی خالص، مطیع و فرمان بردار برای الله متعال باشند و از نسل آنها یک امتی مسلمان به دنیا بیاید و همچنین دعا کردند تا الله متعال عبادات را به آنها یاد بدهد و نحوه انجام عبادات و در رأس آنها مناسک حج را به آنها بیاموزاند و در پایان هم دعای پذیرش توبه داشتند و گفتند که توبه ما را بپذیر همانا، تو بسیار توبه پذیر هستی و بسیار مهربان. در آیه بعد 129 یک دعای دیگر، یک دعای بسیار مهم از ابراهیم علیه السلام رو داریم. دعایی که در این دعا الله متعال برای ما خلاصه رسالت انبیای الهی رو مطرح می‌فرماید. هدف رسالت انبیای الهی از ابراهیم علیه السلام و حتی قبل از ایشان آدم علیه السلام و فرزندانش تا ابراهیم علیه السلام و تا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که به صورت خاص مراد این دعاست و مقصود این دعاست. در آیه 129 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بار الله پروردگارا، ربنا، اینجا هم به مانند دعاهای گذشته با تعبیر ربنا شروع میشه، یا رب، ای پروردگار ما. و خوب است که در دعاها ما همیشه تعبیر ربنا یا اللهم رو داشته باشیم که یا بگوییم یا رب یا بگوییم یا الله. اللهم میدانید که همون تعبیر یا الله هست در حقیقت. ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دعا میکنن که ربنا و بعث فیهم. بعد از اینکه در آیه گذشته این دو پیامبر بزرگوار از الله متعال خواستند که در نسل آنها یک امت مسلمانی قرار دهد و فرمودند و من ذریتنا امة مسلمه، از نسل ما یک امتی بیاید که این امت مسلمانی باشه و در میان این امت کسانی باشند که مسلمان باشند و تابع و فرمان بردار تو باشند. اینجا میفهمون ربنا وابعث فیهم، در میان این امت مسلمان
این کسانی که شما میفرستی از نسل ما و از ذریه ما، وابعث فیهم رسولا منهم، یک پیامبری برایشان از خودشان انتخاب کن. رسولا منهم، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. وابعث یعنی برگزین، از بعثت می آید یعنی برانگیخته شدن و برگزیده شدن. وابعث فیهم در میان آنها برانگیز، مبعوث بدار، رسولا منهم یک پیامبری را از خودشان، پیامبری که از خود آنها باشد. الله متعال برای ما انسان ها پیامبرانی آورده است که این پیامبران از خود ما هستند و خوبی این که پیامبران از خود ما هستند این هست که ما می توانیم آنها را الگو قرار بدیم. ما انسان ها، پیامبران ما از ما انسان ها هستند. به همین خاطر ما می‌بینیم که در آیات مختلف کلام الله مجید الله متعال از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره تاکید می‌فرماید که انما انا بشر مثلکم، من انسانی مثل شما هستم. یوحى الی، یک تفاوتی با شما دارم که به من وحی می‌شود از طرف الله متعال اوامری و به شما وحی نمی‌شود و طبیعتاً در درجه و مقام از هر انسانی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاتر است، اما یک انسان است. یعنی چی؟ یعنی به مانند ماست، ما می توانیم که از او الگو برداری بکنیم. اگر به جای انسان جن نمی آمد پیامبری، الگو برداری از جن برای انسان ها سخت بود، چون جن ها در خلقت خود توانمندی هایی دارند که انسان ها ندارند. اما الگو برداری از انسان برای جن ها آسان است. یعنی یک جن میتونه که یک انسانی رو الگوی خود قرار بده، چون از لحاظ جسمی توانایی های او بیشتر از انسان است. اما یک انسان نمیتونه که یک جنی رو الگوی خود قرار بده، چون که از لحاظ جسمی یک انسان ضعیفتر از یک جن هست. اینجا ابراهیم علیه السلام فرمود که پیامبری از جانب خودشان برای آنها مبعوث بدار. یک معنا خب منهم یعنی از خود انسان ها، معنای دوم این که از خود این قوم برای اونها یک پیامبری را انتخاب بکن. و پیامبران الهی وقتی که ارسال شدن، الله متعال از هر امتی یک پیامبری رو برگزیده است و ام من امت الا خال فیها نذیر. هیچ امتی روی زمین نبوده است مگر اینکه در میان آنها پیامبری رو الله متعال فرستاده است. و باز نیز الله متعال میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. من الله با عظمت هیچ پیامبری نفرستادم مگر به زبان قوم خودشان. هر قومی پیامبری از خود داشته تا به زبان اونها صحبت بکنه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. هیچ پیامبری نیامده مگر با زبان قوم خود صحبت میکرده و طبیعی هم است، بالاخره هر قومی باید یک پیامبری از زبان اونها بیاد و صحبت بکنه و بفهمن زبان او رو و درک بکنن و بتوانن با او بالاخره ارتباط برقرار بکنن. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، یک پیامبری از میان خود اونها برای اونها برگزین که برای اونها چند کار انجام بدهد. اولین هدف از رسالت پیامبران الهی و پیامبری که ابراهیم علیه السلام از الله متعال می‌خواهد که این پیامبر رو مبعوث بکنه در بین کسانی که از نسل اومی آیند در مکه مکرمه، در این مکان، چون صحبت از ابراهیم و اسماعیل است و نسل اسماعیل علیه السلام در مکه مکرمه ماندن و سپس منتشر شدند در جزیره العرب. ابراهیم علیه السلام می‌فرماید پیامبری از جانب خود از میان آنها انتخاب بکن تا چند کار انجام بدهد. این نکات بسیار نکات قابل تأملی هستند. اینجا باید دقت بکنیم که ابراهیم علیه السلام آنچه را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم انتظار دارد، آنچه که از پیامبری که در آخر زمان می آید دوست دارد که اتفاق بیفتد و آنچه که پیامبران به صورت عموم انجام دادند، رسالت پیامبران الهی این اهداف رو دنبال کرده. ابراهیم علیه السلام می‌فرماید یتلو علیهم آیاتک، پیامبری بیاید که اولین کاری که میکنه برای اونها آیات تو را بخواند. یتلو علیهم آیاتک، آیات تو را بخواند. قرآن کریم آیات جمع آیه هست. آیه یعنی نشانه، در لغت آیه یعنی نشانه. به هر تعبیری از قرآن کریم، یک جمله از قرآن کریم که دارای یک معنا باشد و چند جمله که کنار هم قرار میگیرن، یک آیه گفته می شود. آیه معروف است، میدانید آیات قرآن کریم. به این خاطر
به آیات قرآن کریم آیه میگویند با اون در نظر داشته معنای لغوی، یعنی نشانه، چون هر آیه از قرآن کریم نشانه است و دلیلی است برای حقانیت این کلام که از جانب الله متعال است. هر آیه قرآن کریم یک نشانه و یک دلیل است بر حقانیت این کتاب، برای اینکه این از جانب الله متعال است و از جانب هیچ انسانی نیست. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم، تلاوت کند، بخواند، علیهم بر آنان، یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کند بر آنها آیات شما را. اولین کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده است و اولین رسالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته و هر کسی که بعد از ایشان می آید، هر مربی، هر دعوتگری باید این موضوع رو مد نظر داشته باشه. باید این رو سرلوحه کار خودش قرار بده. یعنی در دعوت خودش اولین مرحله، اولین قدم این هست که تلاوت آیات، یاد گرفتن قرآن کریم، خواندن قرآن کریم، یتلو علیهم آیاتک، آیات تو را بر آنها بخواند، آیات قرآن کریم را بر آنها بخواند. قدم اول یاد گرفتن قرآن است. تلاوت آیات کلام الله مجید، روخانی قرآن کریم، تجوید قرآن کریم. و یک انسان مسلمان در قدم اول در برابر قرآن کریم وظیفه‌ای که دارد این هست که قرآن رو یاد بگیره، قرآن رو باید بخونه، بتوانه که بخونه. و وظیفه دعوتگران، وظیفه مربیان، وظیفه کسانی که در تعلیم مشغول هستند در جامعه اسلامی این هست که این فضا رو مهیا بکنن تا فرزندان امت اسلامی قرآن رو یاد بگیرن، بتونن تلاوت بکنن، قرآن برای اونها خونده بشه، تا اونها یاد بگیرن، تا اونها بخوانن، بر دیگران بخوانن. قدم اول تلاوت آیات قرآن کریم است. روخانی قرآن کریم، درستخوانی قرآن کریم، روانخوانی قرآن کریم، تجوید قرآن کریم. و هر پدری، هر مادری این وظیفه رو داره که فرزندان خودش رو در این مسیر قرار بده. هر مربی باید از اینجا شروع بکنه، هر مدرسه‌ای باید این رو داشته باشه و از اینجا شروع بکنه. هر پدر و مادری باید برای فرزندان خودشون قرآن رو یاد بدن. این موضوع رو دست کم نگیریم. موضوع روخانی قرآن کریم، الله متعال می‌فرماید ابراهیم علیه السلام دعا میکنه پیامبری در آخر الزمان بیاید. و این پیامبر کیست؟ این پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من ثمره دعای پدرم ابراهیم علیه السلام هستم. این دعا دقیقاً همین دعا، این آیه 129 سوره مبارکه بقره، من ثمره و نتیجه دعای پدرم ابراهیم علیه السلام هستم و آخرین فردی که به من بشارت داده است عیسی ابن مریم علیه السلام است. و در سوره مبارکه استفهام داریم که الله متعال می‌فرماید در آیه 6 به نقل از عیسی علیه السلام که عیسی علیه السلام فرمود یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، من فرستاده الله متعال به سوی شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التوراة، و تأیید کننده و تصدیق کننده آن چیزی هستم که پیش از من آمده است که همان کتاب تورات است، و مبشرا برسول یأتی من بعدی، و همچنین من بشارت میدهم شما را به پیامبری که بعد از من می آید، و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، بعد از من پیامبری می آید که نام او احمد است. رسول الله علیه السلام فرمود من ثمره دعای پدرم ابراهیم علیه السلام هستم و بشارت برادرم عیسی علیه السلام. این دعا، ثمره این دعا می شود رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابراهیم علیه السلام از الله متعال می خواهد که پیامبری بیاید و آن پیامبر محمد مصطفی علیه السلام است که چه کار بکنه؟ قدم اول قرآن را تلاوت بکنه، آیات را بخواند، یتلو علیهم آیاتک، بخواند بر پیروانش آیات تو را. خواندن قرآن کریم قدم بسیار مهمی است و حیاتی است در مسیر تربیتی که انبیای الهی و رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و بعد از او دعوتگران باید داشته باشند. قدم اول خواندن قرآن کریم است. قرآن رو یاد بگیریم، بخوانیم، روخانی قرآن رو یاد بگیریم، تجوید قرآن رو یاد بگیریم. این برای همه عزیزان است. همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید، تصویر بنده رو میبینید، در هر گروهی، در هر سنی که هستید، در هر رده‌ای که هستید، از هر سن و صنف و جنسی که هستید، قرآن رو باید یاد گرفت. یک انسان مسلمان قرآن رو باید یاد بگیره. خانواده ما باید قرآن رو یاد بگیرن، دوستان ما قرآن رو باید یاد بگیرن، شاگردان ما باید قرآن رو یاد بگیرن، همکاران ما قرآن رو یاد بگیرن. قرآن رو به اونها یاد بدهیم. قرآن رو به اونها یاد بدهیم. یتلو علیهم آیاتی که قدم اول یاد گرفتن خواندن روحانی قرآن است. این قدم اول است. یک چند نکته است. اینها همه باید رعایت بشه. قدم اول قرآن است.
فقط کل هدف این نیست. این قدم اول است. اول باید قرآن رو یاد بگیریم بخوانیم. خب یاد گرفتیم. رسول الله علیه السلام قرآن رو بر آنها میخواند. یتلو علیهم آیاتی که دوم و یعلمهم الکتاب و یعلمهم الکتاب، با آنها تعلیم میدهد، با آنها تعلیم دهد و یعلمهم الکتاب، تعلیم میدهد با آنها کتاب را. کتاب چیست؟ قرآن کریم. قرآن کریم یک کتاب است. یک کتاب است که نیاز به تعلیم دارد. روخانی قرآن کریم، روانخوانی و تجویدش یک مرحله اول است. مرحله دوم فهم قرآن کریم است. و یعلمهم الکتاب، با آنها تعلیم دهد کتاب را، قرآن رو با آنها بفهماند، قرآن رو برای آنها شرح بدهد، قرآن رو برای آنها تفسیر بکنه. در سوره مبارکه النحل آیه 44 الله متعال میفرماید و انزلنا الیک الذکر، من الله با عظمت قرآن کریم را به سوی تو فرستادم تا برای آنها، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا برای آنها بیان کنی، برای آنها شرح بدهی آنچه را که بر آنها نازل شده است. قرآن کریم را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شرح داده است، برای ما توضیح داده است. مواردی است که نیاز به توضیح دارد، احکامی است که نیاز به توضیح دارد. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح آیات کلام الله مجید است. قرآن کریم رو از رسول الله علیه و سلم باید یاد گرفت، از اولین و بزرگترین معلم قرآن کریم. نمیشه که ما خودمون بیایم قرآن رو بخوانیم، ترجمه تحت لفظی رو فقط و گذر بکنیم به هر چیزی که دل ما خواست برداشت بکنیم. نه، قرآن کریم از خود فهم او اصول و ضوابطی دارد. بله، فهم قرآن کریم آسان است، فهم قرآن کریم سخت نیست، اما آسانیش وقتی هست که انسان حداقل عربی بلد باشه. حداقلش اینه که انسان وقتی که قرآن رو میخواند درست بخواند و بفهمد. حداقلش وقتی زبان عربی است، من باید بدانم که این زبان چه میگوید یا نه. من باید بفهمم و بعد قدم اینه که باید بفهمم، درست بفهمم. حداقل تعبیر رو بفهمم که در زبان عرب، ادبیات عرب این چه معنایی داره. و غیر از این که بفهمم، قرآن کریم برخی آیات تفسیر برخی آیات دیگر است. و مواردی هست که در قرآن کریم مثل نماز خواندن، چند بار نماز بخوانیم، چند رکعت نماز بخوانیم، در نمازمون چگونه، چه دعاهایی بخوانیم، چه اذکاری رو بخوانیم. شما در هیچ جای از کلام الله مجید شما نمیبینید که برای ما الله متعال تفاصیل نماز خواندن رو ذکر کرده باشه. و اینجاست که ما نیاز پیدا میکنیم که رسول الله علیه السلام برای ما این امر الهی رو که نماز بخوانید رو توضیح میده. توضیح میده که چطور نماز بخوانیم. نماز خواندن رو رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد داده و ما توضیح داده و تعلیم داده که ما چطور نماز بخوانیم و چگونه نماز خواندن رو یاد بگیریم. و یعلمهم الکتاب، و کتاب رو به اونها تعلیم میدهد. تعلیم کتاب سنت رو هم در بر میگیره. تعلیم کتاب سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا که رسول الله علیه و سلم وقتی که ما شرح میدهد، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه عملی قرآن است. قرآن علم رسول الله علیه و سلم است و رسول الله علیه و سلم عمل به قرآن است. مثلا رسول الله علیه و سلم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که من نماز میخوانم شما نماز بخوانید. نگاه کنید من چیکار میکنم. در مراسم حج فرمود که خذوا عنی مناسککم، شما مراسم حج رو ببینید من چیکار میکنم، همونجوری که من انجام دادم شما هم انجام بدهید. رسول الله علیه و سلم برای ما قرآن رو معرفی میکنه. نمیشه قرآن رو بدون رسول الله علیه و سلم فهمید. این کسانی که میگن ما نیازی به سنت نداریم، نیازی به احادیث رسول الله علیه و سلم نداریم. بله، احادیث از خود یک قانون علمی دارد، علمی به نام حدیث ما داریم، رجال حدیث و علمی که درباره حدیث صحبت میکنن تا صحت یک روایت و نسبت داشتنش با رسول الله علیه و سلم برای ما ثابت بشه. وقتی که ثابت شد یک حدیثی که این کلام رسول الله علیه و سلم است، آن وقت ما باید اطاعت بکنیم از دستور رسول الله علیه و سلم. در همین قرآن کریم رحمت الله در آیات مختلفی برای ما تأکید میکنه اطاعت از رسول علیه و سلم. من یطع الرسول فقد اطاع الله. در سوره نساء میفهمید هر کسی که از رسول الله علیه و سلم اطاعت بکنه این گویی که از الله متعال اطاعت کرده. در سوره نساء باز در آیه 59 میفهمید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله اطاعت کنید و از رسولش اطاعت کنید. در سوره 8 میفرماید که ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چیزی که رسول الله علیه و سلم به شما گفته از امر کرده بگیرید و هر چیزی که شما رو نهی کرده از آن خود را از آن باز دارید.
و در آیات دیگری مثلا در سوره مبارکه آل عمران در آیه 31 میفهمد قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما میگویید که من الله با عظمت رو دوست دارم، اگر شما الله رو دوست دارید، بگو ای پیامبر من اگر شما ادعا میکنید که الله رو دوست دارید فاتبعونی، شرط پذیرش این ادعای شما نزد الله متعال این است که فاتبعونی، از من محمد مصطفی علیه السلام اتباع کنید، یحببکم الله، آن موقع الله متعال هم شما رو دوست دارد. اگر شما الله رو دوست دارید، الله متعال برای پذیرش این ادعای شما یک شرط دارد، از محمد مصطفی علیه السلام اطاعت کنید، پیروی از سنت رسول الله علیه السلام. چرا؟ چون که الله متعال باز میفهمد و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد مصطفی علیه السلام چیزی از جانب خود در بحث دین و امر دین نمیگوید، هر آنچه که میگوید از جانب الله متعال به او وحی میشود. و خلاصه صحبت این است که الله متعال برای ما و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را الگو قرار داده است و میفهمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای شما یک الگوی نیکو قرار داده است. الله متعال میفهمد و یعلمهم الکتاب ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمة. وظیفه سوم خواندن آیات کلام الله مجید، تعلیم قرآن کریم، و سوم والحکمة. والحکمة این واو عطف است، یعنی و یعلمهم الحکمة، و آنها را حکمت بیاموزاند، با آنها حکمت یاد بدهد. حکمت و یعلمهم الکتاب والحکمة یعنی و یعلمهم الکتاب و یعلمهم الحکمة، و با آنها حکمت را آموزش دهد، تعلیم دهد. برخی از علما، یعنی جمهور علما گفتن اینجا حکمت مراد همون سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، زیرا در آیات دیگری از کلام الله مجید حکمت برای سنت استفاده شده است. مثلا در سوره مبارکه نساء الله متعال برای ما می‌فرماید و انزل علیک الکتاب والحکمة و انزل علیک الکتاب والحکمة و علمک ما لم تکن تعلم. در ادامه آیه باز ادامه دارد آیه و الله متعال می‌فرماید که هم کتاب رو بر تو نازل کرده است، هم حکمت رو بر تو نازل کرده است. حکمت هم سنت هم از جانب الله متعال بر رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده است. یک معنای دیگری رو هم مفسرین ذکر کردن غیر از بحث سنت، چون که برخی گفتن سنت در یعلمهم الکتاب خود به خود داخل است، ولی حکمت اینجا حکمت به معنای اون معنای عام حکمت است. ما در قرآن کریم تعابیر مختلفی داریم که الله متعال برای ما از حکمت صحبت می‌فرماید. مثلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت به راه پروردگارت دعوت کن دیگران را. وقتی که دعوت میکنی دیگران رو، حکمت رو در نظر بگیر. حکمت نکته بسیار مهمی است. یکی از اهدافی است، یکی از وظایفی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به امر الهی او رو تعلیم داده است. تعلیم حکمت. رسول الله علیه و سلم حکمت رو تعلیم میدهد. تعلیم میداده به یارانش، به اصحابش، تعلیم داده به امتش حکمت رو. حکمت چیست؟ حکمت این است که انسان یک کاری رو وقتی که انجام میدهد به بهترین وجه ممکن انجام دهد. یک کاری رو وقتی انجام میدهد با احکام، یعنی با تحکم بر اون کار، با در نظر گرفتن تمام ابعاد موضوع، یک کاری رو به بهترین وجه ممکن انجام دهد. انجام دادن یک کار به بهترین وجه ممکن در بهترین زمان در بهترین مکان می شود حکمت. انسان وقتی که یک کاری رو میخواد انجام بده، اون کار رو به بهترین وجه انجام بدهد، در بهترین زمان انجام بدهد، در بهترین مکان انجام بدهد. انسان در هر زمانی، در هر مکانی بهترین کار رو انجام بدهد، می شود حکمت. حکمت در بسیاری از آیات کلام الله مجید ما رو امر کرده به حکمت، بر رعایت حکمت. و بسیار نکته مهمی است حکمت. نکته است که تمام دعوتگران، تمام معلمان، تمام مسلمانان باید این موضوع رو مد نظر داشته باشند. حکمت یک گمشده است که امت اسلامی بسیار به اون نیاز داره. پدر و مادر در تربیت فرزندانشون بسیار بسیار نیازمند حکمت هستند. یک مربی در تربیت شاگردانش بسیار نیازمند حکمت است. یک دعوتگر در دعوت به سوی الله متعال نیازمند حکمت است. یک حاکم در تعیین یک سیاستی، در یک تصمیم گیری مهم نیازمند یک حکمت است. حکمت یک واجب شرعی است. حکمت یک دستور دینی است. حکمت ترس نیست.
حکمت معناش بزدلی نیست. حکمت معناش خیانت به دین نیست. حکمت معناش فرار کردن از بار مسئولیت نیست، بلکه اتفاقاً حکمت یک وظیفه شرعی است که انسان بداند یک حکمی رو، یک کاری رو، یک فعلی رو به چه وجهی، در چه شرایطی به بهترین وجه ممکن انجام بده. حکمت ما بسیار نیازمند حکمت هستیم، خصوصا در بحث دعوت. کردن متأ تاکید می‌فرماید ادع الی سبیل ربک بالحکمه. ما باید در امر معروف و نهی از منکر حکمت رو مد نظر قرار بدیم. امر معروف نباید با یک منکری باشد. کسی که امر معروف میکنه نباید با یک منکری امر معروف بکنه. نمیشه که چوب و شلاق برداری شما دست بگیره و در خیابان به جان مردم بیفته که من امر معروف میکنم. خود همین چوب و شلاق شما خودش یک منکر است. چطور میشه با یک منکری امر معروف کرد؟ همونطور که نمیشه برای نهی از منکر با یک منکری بدتر از آن منکر اول به سراغ منکر رفت. امر معروف باید با یک معروفی باشد و نهی از یک منکر نباید با منکری دیگر انجام شود. امر معروف با معروف است و نهی از منکر نباید با منکر باشد. اینها اصول امر معروف و نهی از منکر است. شناخت این مسائل و حکمت در گفتار، حکمت در دعوت، حکمت در برخورد، ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هی احسن. خدای متعال میفهمد دعوت باید با حکمت باشد، با موعظه حسنه باشد، با جدالی که به بهترین وجه ممکن باشد، باید مخاطب شناسی باید باشه، باید شناخت کامل از موضوع باید باشه، با درایت کامل از موضوع باید باشه. خیلی از نکات در این موضوع نقش دارن و دخیل هستند. بحث امر معروف و نهی از منکر خصوصا باز تاکید میکنم، یعنی حکمت رو ما بسیار بسیار نیازمند حکمت هستیم در بحث امر معروف و نهی از منکر و در بحث دعوت مردم به سوی دین. وقتی که بحث دین مطرح میشه، وقتی که ما مردم میخوایم یک مسئله دینی رو مطرح بکنیم، باید نهایت حکمت رو به خرج بدیم. چطور من این موضوع رو مطرح بکنم؟ از کجا وارد موضوع بشم؟ چطور به نتیجه برسم؟ الان آیا وقتش هست من این موضوع رو مطرح بکنم؟ یک منکری رو شما میبینید، الان آیا وقتش هست که من مداخله بکنم؟ یک معروفی رو شما میخواید تشویق بکنید و مردم رو به سمت اون معروف، آیا الان وقتش هست که من امر معروف بکنم؟ در این شرایط، در این زمان، در این مکان آیا وقتش هست؟ شناخت این نکات بسیار مهم است. و کسی که این چیزها رو نمیدونه نباید وارد میدان بشه. همونطوری که وقتی کسی احکام نماز رو نمیدونه نباید کسی رو شروع بکنه به نماز رو به کسی یاد بده. وقتی اشتباه یاد بده کسی، نماز رو خودش بلد نیست، چطور میخواد یاد بده؟ وقتی کسی خودش حج نرفته، احکام حج رو بلد نیست، چطور میخواد به کسی دیگری حج یاد بده؟ ما رو با خودش به سفر حج ببره. چطور میتونه بره؟ تا نباشی راهرو کی توانی شد راهبر. و همین خاطر کسانی که من از همه عزیزانی که در مسیر امر معروف و نهی از منکر قدم میگذارن، خصوصا جاهایی که هیئت‌های به نام امر معروف و نهی از منکر فعالیت میکنن، خواهش من از دستن در کاران و مسئولین این است که کسانی که میآیند و در این مجموعه عضو میشوند، اینها باید با یک حکمت، با یک درایت، با تیزهوشی، با یک علم و خود حکمت چطور به دست میاد؟ حکمت نیازمند علم است، نیازمند حلم است، صبر و نیازمند آینده نگری و دوراندیشی است. حکمت با این چیزها به دست میاد. حکمت نیاز داره به علم، نیاز داره به اشراف کامل به موضوع و شناخت کامل به موضوع. معروف چی هست؟ چه چیزی معروف است؟ چه چیزی منکر است؟ و چطور باید با معروف رفتار کرد؟ چطور باید با منکر رفتار کرد؟ با کسانی که فعل منکر رو انجام میدن ما چطور رفتار بکنیم؟ یکی فعل منکر است، خود منکر است. یکی فعل منکر است. یک منکری ما داریم می‌بینیم فعل منکر است، یکی رفتار با کسی که منکر رو انجام میده. یک منکری رو ما می‌بینیم احیانا منکر است، بله بعد این منکر جلوش گرفته بشه. ولی آیا هر کسی که یک منکری رو انجام میده ما باید با او چطور رفتار بکنیم؟ با کسی که منکر رو انجام میده چطور باید رفتار بشود؟ اینها نکاتی هستند که در دانشکده‌های مختلف، در مکاتب مختلف سالها درباره این تدریس میشه. ما دانشکده‌هایی داریم الان، دانشگاه‌هایی که فقط درباره دانشگاه دعوت و اصول دین، مثلا دانشگاه دعوت، دانشگاه 4 سال 5 سال در اون تدریس میشه، اصول دعوت، فقه اولویات دعوت، تاریخچه دعوت و بسیاری از مسائلی که در دعوت مطرح است اینجا مطرح میشه. خواهش من از همه عزیزانی که در دعوت حرکت میکنن این هست که این چیزها رو باید یاد گرفت، مسلح شد. حکمت، الحکمه، الله متعال میفرماید که رسول الله علیه السلام یکی از وظایفش این بوده که حکمت رو یاد میداده است. حکمت رو یاد بگیریم. با چه زبانی؟ با یک زبان شیرین، با یک زبانی که حساسیت برانگیز نباشد. چطور تشویق بکنیم طرف رو، چطور جذب بکنیم طرف رو، چطور تاثیرگذار باشیم. و رسول الله علیه السلام
بهترین معلم در حکمت بوده است. افعال رسول علیه السلام همه سراسر حکمت بوده است. همه سراسر برخواسته از فهم و درک و دانش و حلم و آینده نگری و دوراندیشی بوده است. برای حکمت ما نیازمند به علمیم، نیازمند به حلم و صبر هستیم، نیازمند به آینده نگری و دوراندیشی هستیم. کسی که علم ندارد نمیتواند حکیم باشد و حکمت داشته باشه. کسی که صبر ندارد نمیتواند حکیم باشه و حکمت داشته باشه. کسی که آینده نگری نداره نمیتونه که حکیم باشه و حکمت داشته باشه. این نکاتی است که باید مد نظر ما باشد. الله متعال میفرماید که ابراهیم علیه السلام خواست که پیامبری که مبعوث میشود این صفات رو داشته باشه. یتلو علیهم آیاتک، قرآن رو بر آنها بخواند، قرآن رو بر آنها تعلیم دهد و یعلمهم الکتاب والحکمت، با آنها حکمت تعلیم دهد. حکمت یک بخشی از دین ماست. حکمت یک شیء اضافی نیست. حکمت رو باید فرد همونطوری که قرآن رو میخواند یاد میگیره، حکمت رو یاد بگیره، حکمت رو بفهمه، حکمت رو درک بکنه، با حکمت دعوت بده، با حکمت وارد میدان بشود. مسئله چهارم، و یزکیهم، با آنها را تزکیه کند. تزکیه نتیجه و ثمره تعلیم قرآن و تلاوت قرآن و حکمت در دعوت و پایبندی به آنهاست. تزکیه و یزکیهم، تزکیه در لغت به دو معنی استفاده میشه. یک معنای تزکیه به معنای رشد و نمو است، رشد و نمو. یک معنای دیگر به معنای طهارت و پاکی است. طهارت و پاکی و رشد و نمو دو معنی داره در لغت تزکیه. در اصطلاح پاک کردن بدن از گناهان، از آلودگی ها، از شرک، از کفر، از آن بیماری هایی که در قلب انسان است، نفاق، ریا، حسد و کینه و انتقام و بدبینی، سوء ظن. پاک کردن قلب و درون از این بیماری ها و پاک کردن وجود از گناهان کبیره، ترک کردن گناهان. انسان خودش رو از گناهان پاک کنه. هر گناهی یک لکه سیاهی است بر قلب انسان. هر گناهی لباس تقوای انسان رو آلوده میکنه. انسان وقتی که میخواد که یک تحولی در زندگی خودش ایجاد بکنه، اول باید چیکار بکنه؟ باید ناپاکی ها رو، باید پلیدی ها رو از خودش دور بکنه. بعد از اینکه اینها رو دور کرد، بعد به فکر رشد خودش باشه. یکی طهارت بدن و قلب و وجود انسان و زندگی انسان از گناهان، ناپاکی ها و بدی هاست. و مرحله دوم رشد دادن وجود انسان، قلب انسان و اعمال انسان با عبادت هاست، با آن چیزی که الله متعال دوست دارد. ترک کردن هر آن چیزی که الله متعال دوست ندارد و انجام دادن هر آن چیزی که الله متعال دوست دارد. این می شود تزکیه. تزکیه دو بخش داره. یک بخشش موضوع آنجوری که عزیزانی که در این باب، ائمه و بزرگوارانی که در این باب فعالیت کردن و به مدارجی رسیدن، ذکر کردن، از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول تخلیه است که انسان وجود خودش رو تخلیه بکنه و پاک بکنه از هر آن چیزی که الله متعال نمیپسندد. زندگی خودش رو پاک بکنه از هر آن چیزی که الله متعال دوست ندارد. تخلیه بکنه، بریزه بیرون هر چیزی رو که الله متعال دوست نداره از زندگی خودش، از قلب خودش، از وجود خودش، از اعمال خودش، از رفتار خودش، از گفتار خودش، از چشم خودش، از گوش خودش، از تمام وجود خودش بریزه بیرون هر آن چیزی رو که الله متعال دوست ندارد. تخلیه بکنه. شما وقتی میخواید یک جایی رو بسازید، یک بنای جدیدی بسازید، یک جای زیبایی بسازید، یک خرابه‌ای داری، یک بنای نامناسبی داری، شما یک جایی که خوشت نمیاد، میخوای این رو یک جای زیبایی بسازی، اولین کاری که شما میکنی تخریب میکنی. هر چیزی که داشتی خراب میکنی، میریزی دور. تخلیه میکنی اینجا رو. بعد خالی بکنی این فضا رو. بعد اینجا رو کلا خالی کنی. میارن ماشینای سنگین، میان بولدوزر میاد به جان بنا میفته، بنا رو میکوبه و میریزه و تخلیه میکنه، هر چی داره میریزه دور. الان یک فضای خالی است. یک مرحله اول تخلیه است. مرحله دوم تحلیه، یعنی زیبا کردن، ساختن، رشد و نمو دادن. وقتی که وجود خالی شد، وقتی وجود انسان از این احساسات بد، از این بدیها، از این گناهان، از این چیزی که انسان رو آزار میده خالی شد، وقتی انسان وجود خودش رو خالی میکنه از این چیزها، از وسوسه‌های شیطانی، از حس‌های بد، از شهوت، از گناه، از غیبت، از دروغ، از نمامی، از این صفات بد،
از گناهانی که انجام میشه. همین این گناهان وقتی انسان از خودش دور میکنه، خود به خود بعد میاد اینها رو زینت میده، آنچه کلام متعال دوست دارد، و عبادت ها رو در وجود خودش میاره. تزکیه هدف اصلی رسالت انبیاء الهی است. تزکیه، تلاوت قرآن کریم، تعلیم قرآن کریم، تعلیم حکمت، تعلیم سنت رسول علیه السلام، همه اینها هدف اینها رسیدن به این مرحله است که انسان خودش رو بسازه، رشد بده. علم یاد گرفتن بدون عمل هیچ سودی ندارد. علم هر چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. علم هر چقدر انسان بیشتر یاد بگیره، علم یاد بگیره، بخونه قرآن رو کامل یاد بگیره، قرآن رو زیبا بخونه و بهترین زبان هم بخونه و انسان قرآن رو بتونه که زیبا بخونه، هر چقدر هم زیبا بخونه، هر چقدر زیبا تفسیر بکنه، بفهمه، تا وقتی که عمل نکنه چه سودی برای او داره؟ چه فایده است از اون علمی که انسان رو به عمل نرساند؟ دو کس، به قول سعدی رحمه الله گفت، دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. آن که اندوخت و نخورد، وان دیگری که آموخت و عمل نکرد. کسی که انسان یاد بگیره، دین رو یاد بگیره، بفهمه، ولی عمل نکنه، دستورات دین رو عمل نکنه، در زندگی خودش نیاره، چه فایده میکنه؟ مثل اون کسی است که مال جمع کرده ولی استفاده نمیکنه. پول داره ولی لباس نمیخره برای خودش، غذایی نمیخره برای خودش، برای خانواده خودش، برای زندگی خودش، هیچ خرجی نمیکنه. خب چه فایده از این زحمت کشیدن؟ چه فایده از این جمع کردن؟ انسان بخیل، انسان خسیس، انسانی که حاضر نیست نه برای خودش خرج بکنه نه برای خانواده خودش خرج بکنه. این انسان کسی است که نوکر مال است. این انسان کسی است که فقط زحمت میکشه، یک نگهبان است برای مال دنیا. یک کسی است که نوکر مال دنیاست، نگهبان مال دنیاست و حمل میکنه مال دنیا رو بر دوش خودش. حمالی است که برای مال دنیا فقط عرق میریزه. مثل فقرا زندگی میکنه و در قیامت مثل ثروتمندان باید حساب بده. این وصف حال آدم بخیل است، آدم بدبخت، آدم بیچاره، بخیل. و وصف حال انسانی که یاد میگیره و عمل نمیکنه از اون بدتره. باز چه فایده از علمی که به اون عمل نشود؟ چه فایده از این علم؟ وقتی انسان یاد میگیره، به چه نیت یاد میگیره؟ برای چی یاد میگیره؟ کسی که یاد میگیره و عمل نمیکنه دقیقاً مثل کسی است که بیماره، مریضه، یک دکتری رو پیدا میکنه، پزشکی رو پیدا میکنه برای مداوای درد خودش. دیگه ما برای چی میریم پیش پزشک، پیش طبیب، پیش دکتر؟ برای چی میریم؟ برای اینکه یک بیماری در وجود من هست، من میخوام این بیماری حل بشه، این مشکل حل بشه. خب میگردم بهترین رو پیدا میکنم، میرم پیشش، به من نسخه میپیچه، نسخه به من میده که این نسخه این دارو، این دارو، این دارو، این دارو. و میرم دارو رو هم تهیه میکنم. دارو رو هم گرفتم، داروهای بسیار گران قیمت، با قیمت‌های آنچنانی، داروهای بسیار خارجی، شرکت‌های معتبر. همین چه آماده است. دستورالعمل رو هم نوشته این دارو بعد اینطور استفاده بشه. این چیزها رو استفاده میکنه، این داروها رو بر اساس این ساعت و مقداری که مشخص شده. و این چیز رو استفاده نمی‌کنی. ما در درمان یک پرهیز داریم، یک پرهیزی به ما میده، این چیزها ضرر داره، برای شما استفاده نمی‌کنی و این چیزها رو استفاده می‌کنی. خب همه اینها رو فهمیدیم، دارو رو هم خریدیم، آمدیم خانه. حالا من نشستم داروها رو نگاه میکنم، به به به، عجب دارویی، عجب شیشه قشنگی داره، عجب قرصای زیبایی است، عجب قیمتی داشت، چقدر خرج کردیم، ولی استفاده نمیکنم. چه سودی میبرم من از این نسخه؟ چه سودی میبرم من از این دارو؟ به چه درد من میخوره این کار؟ فقط وقت تلف کردنه. این یک حماقت محض است. این یک حماقت محض است، با عرض پوزش از این تعبیر. انسان بیماری، انسانی که نیاز داره به دارو، بره پیش پزشکی، نسخه بگیره، داروها رو با قیمت گزافی بگیره، بیاد، فقط بیاد نسخه رو ببینه، به به، عجب خطی، عجب قشنگ نوشته شده، عجب شربتایی، فقط اینا رو نگاه بکنه، فقط استفاده نکنه. چه سودی میبره از این کار؟ هیچ سودی نمیبره. همین کار دقیقاً در بحث دین است، در بحث تعلیم است، در بحث قرآن است. یاد گرفتن مرحله اول است. شما برای حل مشکل خودت باید بری پیش دکتر. بله باید بری. این مرحله اوله، باید بری وقت بگذاری، تحمل بکنی هزینه سفر رو، رفتن پیش پزشک و هزینه دارو رو، آزمایش ها رو، همه رو باید تحمل بکنی. اما این کل کار نیست. اصل کار همه اینها مقدمه است برای اون دارویی که شما استفاده کنی سر ساعت طبق دستور پزشک. اگه اون دارو استفاده نشه هیچ سودی نمیرسانه برای انسان. یاد گرفتن قرآن کریم،
فهمیدن قرآن کریم، فهمیدن دین، آشنا شدن با احکام شریعت، اینا مرحله اول است. مرحله اصلی عمل به این هاست. اگر عمل نباشد هیچ سودی برای انسان نمیرساند و تلخترین و سختترین تعبیرات قرآن کریم دو تعبیر است. یکی که قرآن کریم تشبیه کرده عده‌ای رو به اکرمکم الله الاغ، درازگوش. در سوره مبارکه جمعه میفهمد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال اون انسانی که تورات رو یاد گرفت، مثال درباره تورات است. حکایت قرآن بالاتر از تورات است، چون جایگاه قرآن بالاتر از تورات است. تورات یک کتاب آسمانی است و بعد تحریف شد، اما خب اصل تورات مقدس است. و الله متعال میفرماید کسانی که تورات رو یاد گرفته بودند اما عمل نکردند، مثل الذین حملوا التوراة، در مفسرین میگن تفسیرش میشه مثل الذین بلغوا التوراة، تورات به آنها رسید، به آنها گفته شد، ثم لم يحملوها، یعنی ثم لم يطبقوها، سپس او رو تطبیق ندادن در زندگی خودشون، که مثل الحمار يحمل اسفارا، به مانند الاغی است که کتاب‌هایی رو پشت سر خودش حمل میکنه. یک حیوان چارپا وقتی کتاب‌های روی او گذاشته شده، این حیوان از این کتاب‌ها چه تأثیری میپذیرد؟ هیچ تأثیری نمیپذیره، چون اصلا نمیفهمه چی در اونها آمده. فرق اون حیوان چارپایی که این کتاب‌ها روی اونها گذاشته شده با انسانی که کتاب‌هایی رو فهمیده ولی عمل نمی‌کنه به محتوای اون کتاب‌ها، فرق این دو چیست؟ اون همیش بهره از این کتاب‌ها نبرده، این همیش بهره نبرده، فقط فهمیده. تعبیر خیلی تندی است. تندتر از این تعبیر در سوره مبارکه اعراف الله متعال می‌فرماید داستان بلعم باعورا رو وقتی که ذکر می‌فرماید برای ما، یکی از علمای بزرگ بنی اسرائیل که میگویند مستجاب و دعوه بوده، به جایی رسیده که دعای او اجابت می‌شده، از او خواستن که بر علیه موسی علیه السلام دعا بکند. بنی اسرائیل ذکرش در سوره اعراف میآید. این آدم آمد و دعا کرد، شیفته شد و مال دنیا، فریفته شد و مال دنیا، او رو تحریک کردن و فریب دادن. به مقتضای علم خودش عمل نکرد. آنچه را که بعد با عمل میکرد پایبند نبود. آمد و این کار رو کرد، دعا کرد. الله متعال میفرماید که وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا، داستان آن کسی را ذکر کن که من در عظمت آیات خود را به او دادم. آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، به جای اینکه پایبند باشه به اون آیات، عمل بکنه، مثل لباس او رستن خودش در آورد. فاتبعه شیطان فکان من الغاوین، شیطان دنبالش افتاد و این دنبال شیطان افتاد و گمراه شد. فمثله کمثل الکلب، کارش به جای رسید که مانند سگی شد. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، زبانک میزد، فقط حرف میزد، فقط پارس میکرد، هیچ کار دیگری نمیکرد. این تعبیر بسیار تندی است، تعبیر بسیار سختی است. تلخترین و سختترین تعبیرهای قرآن کریم برای کسانی است که یاد میگیرن و عمل نمیکنن. چه سودی داره که من یاد بگیرم و عمل نکنم؟ رسول علیه السلام روز قیامت از سه گروهی که اولین کسانی که وارد دوزخ میشوند، یکی کسی است که قرآن را خوانده است، خوب هم خوانده است، اما با آن عمل نکرده است. تزکیه همین موضوع است. تزکیه عمل به قرآن است. تزکیه آوردن قرآن در زندگی است. استفاده از این داروست. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فی الصدور. قرآن رو در سوره مبارکه یونس الله متعال میفرماید در آیه 57، ای مردم، برای شما پندی از جانب الله متعال آمده است و شفاء بیماری های داخل قلب شماست. قرآن داروست، درمان است. شفا قرآن میفهمه شفا است. شفا دارو رو وقتی شما استفاده بکنی میشه شفا، استفاده نکنی که شفا نمیشه. عمل به قرآن، تزکیه یعنی عمل کردن به قرآن. عالمی که به دینش عمل نمیکنه، عالمی که عمل نکنه با آنچه که میگوید، این علم وبالی است بر گردن او، بیشتر بر علیه او استفاده میشه تا به نفع او. جرم کسی که میداند و عمل نمیکنه 2 برابر کسی است که نمیداند و عمل نمیکنه. آن کسی که میداند و عمل نمیکنه گناهش بیشتره از اون کسی که نمیداند و عمل نمیکنه. و یزکیهم، و تزکیه امر بسیار مهمی است که هدف رسالت انبیای الهی است. در این آیه الله متعال تزکیه رو در دعای ابراهیم علیه السلام پایان این 4 موضوع ذکر میکنه. تلاوت
قرآن کریم تعلیمه، قرآن کریم تعلیم حکمت یا سنت و موضوع تزکیه در پایان ذکر میشه. ابراهیم علیه السلام تزکیه رو در پایان ذکر کرد، چون عمل به علم وقتی حاصل میشه که علمی باشه. اول باید علم باشه، دانش باشه تا انسان به عمل بکنه. علم باید باشه، دانش باید باشه تا عملش ایجاد بشه. یعنی روال عادلیش به اینطور به نظر میاد. مقدماتش اینطور باید علم باشه، تلاوت اول قرآن باشه، فهم قرآن باشه، درایت و حکمت رو آدم یاد بگیره و سنت رو یاد بگیره، بعد به مقتضای اینها عمل بکنه و تزکیه بشه. در 3 آیه دیگر الله متعال این آیه رو و نتیجه این آیه رو و این دعا رو، نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام رو ذکر می‌فرماید که این دعا استجابت شد. الله متعال دعای ابراهیم علیه السلام رو در اون لحظه‌ای که خانه کعبه رو می‌ساخت برای مردم مکه و برای اینکه پیامبری از میان آنها بیاید استجابت کرد. و رسول الله فرمود علیه السلام من ثمره دعای ابراهیم علیه السلام هستم. در 3 آیه دیگر استجابت این دعا رو به شکل‌های مختلف الله متعال برای ما ذکر می‌فرماید. در آیه 151 همین سوره البقره الله متعال می‌فرماید کما ارسلنا فیکم، فرستاد الله متعال در بین شما پیامبری از خودتان آمد. اولین کار چی بود؟ یتلو علیکم آیاتنا. آنجا با تعبیر مخاطب به مسلمانان می‌فرماید که بر شما می‌خواند آیات من الله و عظمت رو. اینجا هم یتلو علیهم آیاتک، یعنی قدم اول تلاوت بود. اینجا فرمود و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، تزکیه رو آخر آورد. آنجا تزکیه رو بعد از تلاوت قرآن می آورد. یعنی به جای اینکه تزکیه در رتبه 4 باشد، تزکیه در رتبه 2 می آید. یعنی متصل بعد از تلاوت قرآن تزکیه می آید. می فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. آنجا تزکیه رو اول میاره، یعنی بعد از تلاوت قرآن تزکیه میآید. در سوره مالکه آل عمران آیه 164 هم شبیه همین تعبیر رو داریم که الله متعال لقد من الله علی المؤمنین، الله متعال بر مؤمنان منت نهاد، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، آن لحظه‌ای که پیامبری از جانب خودشان برای آنها فرستاد. یتلو علیهم آیاته، آیات قرآن رو برای آنها میخواند. اول قرآن با تلاوت قرآن ذکر میشود و یزکیهم، بعد تزکیه ذکر میشه و یعلمهم الکتاب و الحکمت و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، و بعد تعلیم کتاب و حکمت آمده ولو اینکه در قبل از آن که پیامبر بیاد در گمراهی آشکاری بودن. آنجا هم تزکیه مقدم میشه. تزکیه مقدم است بر تعلیم کتاب و حکمت و سنت. همچنین در سوره مبارکه جمعه در آیه 2 الله متعال میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، او کسی است که در میان کسانی که درس نخوانده بودن پیامبری از خودشان برانگیخت. یتلو علیهم آیاته، بازم اونجا الله متعال میفرماید آیات قرآن رو خواند. آیات در هر 4 آیه تلاوت قرآن اول است، تلاوت قرآن ابتدا ذکر شده. اما در 3 آیه دیگر غیر از این آیه سوره بقره آیه 129 تزکیه بعد از تلاوت آمده است. یتلو علیهم در سوره جمعه 2 میفرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اون آیه بقیه‌اش مثل آیه 160 سوره مالکه آل عمران است و اونجا هم تزکیه مقدم شده. یعنی در 3 آیه الله متعال تزکیه رو قبل از تعلیم کتاب و حکمت ذکر کرده است. در 3 آیه قبل ذکر کرده. در این آیه دعای ابراهیم این بود که تزکیه آخر آمد. اما الله متعال میفرماید که پیامبر که آمد تلاوت کرد و تزکیه کرد و به اونها کتاب و حکمت رو یاد داد. تزکیه یا به تعبیر دیگر عمل به مقتضای آنچه یاد گرفتن رو قبل از تعلیم یاد می‌کند. به این معنا که تزکیه چنان مهم است که انسان همون ابتدا که قرآن رو یاد میگیره هر چقدر که یاد گرفتی باید عمل کنی. هر چقدر یاد گرفتی باید عمل کنی. هر چی بیشتر یاد میگیری وظیفه تو سنگین‌تر میشه. و برخی گفتن تزکیه قبل و بعد هر دو تا باید باشد. اینطور نیست که بگیم خب بذار من اول یاد میگیرم بعد عمل میکنم. نه. هر چقدر انسان یاد گرفت همون اندازه باید عمل بکند. عالم کسی است که به آنچه که میداند عمل میکند. عالم کسی است که به آنچه که میداند عمل میکند. نه اون چیزی رو که میداند فقط میداند. نه، عمل کردن شرط است. عمل کردن به آنچه که انسان یاد میگیرد. ابراهیم علیه السلام دعا فرمود ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم. با آنها قرآن رو بخواند، کتاب یاد دهد، حکمت یاد بدهد
و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. الله متعال در سوره بقره بقره باز میفهمد که هر کسی به او حکمت داده بشه خیر بسیار بزرگی به او داده شده است. حکمت بسیار نقطه مهمی است. انسان باید حکیم باشد. و یزکیهم، آنها را تزکیه گرداند. انک انت العزیز الحکیم. در پایان این آیه الله متعال میفهمد که ابراهیم علیه السلام فرمود انک انت العزیز الحکیم. بار الها تو در میان این امت پیامبری بیاور که این کارها را انجام بده. همانا تو انک انت العزیز، تنها ذاتی که عزیز مطلق از خود تو است. العزیز، کسی که عزت دارد، کسی که در انجام هر کاری که اراده بکند آن را انجام دهد هیچ کسی نمیتواند او را عاجز گرداند. عزیز اون ذاتی است که عزت دارد، هر آنچه را که بخواهد انجام دهد. عزت دارد. او فراتر از همه مخلوقات خود هست. او هر آنچه را که بخواهد انجام دهد کسی نمیتواند جلودار او شود و مانع او شود. چیره و غالب است بر مخلوقات خود. هیچ مخلوقی نمیتواند با او برابری کند، او را منع بکنه از آنچه که میخواهد انجام بدهد. العزیز معناش اینه، اون ذاتی که در انجام هر آنچه که بخواهد هیچ کسی نمیتواند او را عاجز کند، مانع کار او شود. این میشه العزیز. انک انت العزیز الحکیم. الحکیم، ادامه آیه حکیم آمد. الحکیم اون ذاتی که حکمت دارد. الله متعال حکمت دارد، در خلقت خود حکمت دارد، در مخلوقات خود به بهترین وجه ممکن خلق کرده است. احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرده به بهترین وجه ممکن خلق کرده است. به بهترین وجه ممکن. چهره انسان از این زیباتر امکان نداشته که خلق بشود. یعنی یک بینی با 2 چشم، با 2 لب، یک دهان، 2 گوش و این فرم صورت رو شما مثلا این بینی رو بگذارید در پیشانی، هیچ زیبا نمیشه. چشما رو جابجا بکنید روی صورت، تصویر رو جابجا بکنید، ببینید مثلا این اعضایی که در صورت انسان هست، اینها اگر آیا میشد شکل زیباتر از این داشته باشه؟ امکان نداره. الله متعال هر چیزی رو که خلق کرده به بهترین وجه ممکن خلق کرده است. الله متعال در خلقت خود حکیم است، به بهترین وجه، در بهترین زمان، در بهترین مکان خلق کرده است. و همچنین در دستورات خود الله متعال حکیم است. بهترین احکام را برای بهترین زمانها و بهترین مکانها فرستاده است. هر حکمی رو که فرستاده در زمان خودش، در مکان خودش بهترین بوده است و هست. الله متعال حکیم است. العزیز و الحکیم، وقتی که عزیز و حکیم کنار هم می آیند، العزیز اون ذاتی است که برای انجام هر آنچه که بخواهد کسی نمیتواند او را عاجز کند. الحکیم اون ذاتی است که برای کارهای خود بهترین رو میداند چه موقعی انجام بده. الله متعال هم عزیز است هم حکیم. غالبا در قرآن کریم عزیز و حکیم با هم میآیند. این دو صفت در الله متعال با هم ذکر میشوند. در دنیا احیانا انسان‌های وجود دارند که برای انجام هر آنچه که بخواهند کسی جلودار آنها نیست. در محدوده خودشون، منطقه خودشون یک عزت نسبی شاید داشته باشن. یعنی فردی قدرتمند است، پادشاهی است، در کشور خودش احیانا بخواد کاری انجام بده که شاید کسی مانع و جلودار او نباشد. ما افرادی داریم که زور دارند اما نمیدانند که چطور کار بکنند. در مقابل انسان‌های دانشمند و حکیمی رو داریم، حکمت دارن، میدانند که چه کار باید بشود و چطور باید بشود، اما قدرت انجام آنچه میدانند رو ندارند. نقشه و طرح میدن اما نمیتونن این نقشه و طرح خودشون رو اجرا بکنن. الله متعال هم عزیز است هم حکیم است، هم قدرت دارد و هم حکمت دارد، هم میداند چطور کاری را به چه وجه، بهترین وجه ممکن، در بهترین زمان و مکان انجام داد، هم برای انجام این بهترین کار هیچ کسی مانع او نیست. انسانایی هستن قدرت دارن ولی حکمت ندارن، زور داره ولی نمیدونه چیکار بکنه. کسایی هم هستن که حکمت دارن ولی زور انجام حکمتشون رو ندارن. الله متعال اینطور نیست. هم حکمت دارد، هم قدرت اجرای حکمت خود را دارد. هم قدرت دارد، هم ظالم نیست، حکیم است. قدرت بدون حکمت میشه ظلم و حکمت بدون قدرت میشه ضعف. الله متعال نه ضعیف است نه ظالم است. العزیز الحکیم. این آیه، این دعای ابراهیم علیه السلام آیا قبول شد یا نشد؟ یقینا قبول شد.
این دعا رو وقتی که ابراهیم علیه السلام فرمود در اون لحظه که خانه کعبه رو بنا می‌کرد، یک نکته لطیفی در استجابت این دعا نهفته است. حدود 4000 سال قبل ابراهیم علیه السلام این دعا رو انجام داده است، بر اساس آنچه که مورخین میگویند، بر اساس تاریخی که مورخین ذکر میکنن. 4000 سال قبل ابراهیم علیه السلام همچین دعایی کرد. حدوداً 2600 سال بعد این دعا قبول شد. دقت بفهمید، این دعا رو کی کرد ابراهیم علیه السلام؟ اون لحظه که خانه کعبه رو بنا می‌کرد با اسماعیل. 2600 سال بعد این دعا قبول شده است. دعا هیچ وقت رد نمیشه، ولو اینکه 1000 سال بعد قبول بشه. دعایی کرد 2000 سال طول کشید، 2600 سال بعد دعای ابراهیم علیه السلام قبول شد. و این همون چیزی که در آیه قبل هم بود، و من ذریتنا امة مسلمة لک. انسان زیرک باید اینطور دعا بکنه. ما باید دعا بکنیم که در نسل ما و در ذریه ما الله متعال انسان‌هایی را بیاورد که اونها کسانی باشند که خوشنام باشند. دعای ابراهیم علیه السلام 2500 سال بعد قبول شد. ما در دنیا احیانا دعا میکنیم، عجله داریم برای اینکه دعای ما همین الان قبول بشه. دعاها طول میکشه، احیانا چند سال بعد، احیانا 10 سال بعد، 20 سال بعد دعا قبول میشه. الان لحظه که ابراهیم علیه السلام دعا کرد 2600 سال بعد این دعا قبول شد. موسی علیه السلام برای هلاکت فرعون دعا کرد. مفسرین می‌نویسن 40 سال بعد دعاش قبول شد. 40 سال بعد دعای او قبول شد. دعا الله متعال که حکیم است و حکمت دارد و فعل حکیم خالی از حکمت نیست. ذاتی که حکیم است، فعل او خالی از حکمت نیست. حتما یک چیزی می‌داند. یک حکمتی در کار خود دارد. اگر به تأخیر می‌افتد استجابت دعا، حتما یک حکمتی در آن هست. یک نکته دیگر هم در این آیه نهفته است. دعای رسول الله علیه السلام، دعای ابراهیم علیه السلام در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول شد و آیات قرآن هم اشاره کردیم. آیه 151 سوره مبارکه بقره، آیه 164 سوره مبارکه آل عمران، آیه دوم سوره مبارکه جمعه صراحت کامل می‌فرماید که این دعا قبول شده است و خود رسول الله علیه السلام فرمود من ثمره دعای پدرم ابراهیم هستم. این دعا قبول شد با تمام مراحلش. یعنی رسول الله علیه السلام وقتی که آمد هم تلاوت کرد آیات قرآن کریم رو برای اصحاب خودش، هم با آنها قرآن رو تعلیم داد، هم سنت و حکمت رو تعلیم داد و هم آنها را تزکیه کرد. آیا امکان دارد که رسول الله علیه السلام در تزکیه یاران و شاگردان و اصحاب خودش کوتاهی کرده باشد؟ یا این بخش دعا در حق رسول الله علیه السلام قبول نشده است؟ کلا و حاشا. رسول الله علیه السلام هم با آنها قرآن رو تعلیم داد، هم تلاوت کرد، هم تعلیم داد، هم حکمت و سنت خود رو تعلیم داد، هم تزکیه کرد، اصلاح کرد، پاک کرد. یک نسل متقی پاک تزکیه شده، اصلاح شده به وجود آورد. این دعا در حق شاگردان رسول الله علیه السلام هم قبول شد. اون کسانی که گمان میکنند که بعد از وفات رسول الله علیه السلام یاران او مرتد شدند، نعوذ بالله، و دشمنان صحابه این صحبت‌ها رو مطرح میکنند، چه پاسخی برای این آیه دارند؟ الله متعال میفرماید که دعای ابراهیم علیه السلام در حق محمد مصطفی علیه السلام قبول شد و او هم یاران خود رو قرآن رو تلاوت کرد، قرآن رو به آنها تعلیم داد، حکمت رو به آنها تعلیم داد و آنها رو تزکیه کرد و اصلاح کرد و تزکیه شدن. و این بزرگترین دلیل برای پاک بودن و تزکیه شدن و اصلاح شدن و متقی شدن یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. در پایان این آیه من شما هم درس دارد تا بنشینیم و تفکر بکنیم که چقدر با آنچه که می‌دانیم عمل می‌کنیم. نعمت‌هایی رو که الله تعالی به شما داده یادآوری بکنیم، خودمون رو محاسبه بکنیم قبل از هر روز، قبل از خواب، همونطوری که کسی که حساب کتابی داره در مغازه‌ای حساب کتاب خودش رو نگاه میکنه، ما برنامه اعمالمون رو نگاه بکنیم، خودمون رو محاکمه بکنیم، خودمون رو محاسبه بکنیم قبل از اینکه از این دنیا بریم و محاسبه بشیم، خودمون رو تزکیه بکنیم. هدف تزکیه است، هدف اصلاح است. هدف این است که ما آنچه را که خواندیم عمل بکنیم و یاد بگیریم. نشود که خدای نکرده آنچه را که میخوانیم فقط یک اطلاعاتی باشه که یاد بگیریم. اینها رو یاد بگیریم که عمل بکنیم. ارزش در عمل است، ارزش در کار است، ارزش در عمل و رفتار است. ما وقتی که هر چقدر علم بیشتر یاد میگیریم باید در وجود ما تاثیرش مشاهده بشه. باید بهتر بشیم، باید اصلاح بشیم، باید ایوای خودمون رو کنار بگذاریم، باید روز به روز خودمون رو به متعال نزدیکتر و نزدیکتر بکنیم و تزکیه است که ما رو میرساند. دور بکنیم خودمون از آنچه که الله متعال دوست ندارد و نزدیک بکنیم به آنچه که الله متعال دوست دارد. ترک بکنیم هر آنچه که به ضرر ماست و انجام بدیم هر آنچه رو که به نفع ماست. الله متعال من شما توفیق بده تا به محتوای این آیات عمل بکنیم. تا درس دیگر هم شما صبران به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.
عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.